ادریس محمد. با یک تک سفید قهرمان جهان در رشته گشتین سم با میان جوانان محمد شریف نجمیدینov و رقیبی او از جمهوری افغانستان بسیار هم با جد و جهد محمد ادریس رجوع دارد با پیش رود. خیلی هم پایزنی خوبش به نظر می رسد. بین میدان آمدنشان در کار است. تلاش ورزشگران باز هم با شدت تر می شود. نجمیدینov اندکی باشی کم افتید بدن هست. بله از حسابی فشار آوری و باز هم حرکتی خوب و سری وقتیه که در اینجا به نظر رسید. بله پهلوانی تاجیکستان خیلی هم با اراده استوار اینجا توجه کرد که فشار آورد و دیگر باره این مورد این لحظه رو هم تکرار نماید. بسیار خوب هنرنمایی دارد. نو بس از آنی که در جریانی تلاش این پهلوان باز هم پهلو سستی و ضعیفی خطی حمله رو گویم یا سمتی چی گویم فشار آوری رو و خیلی خوب نجمیدینov ارادهش استوار شد. نجمیدینov ارادهش استوار گردید و اکنون به پیش می رود. پهلو حلال. با همین طور ورزشگری تاجیکستان پیش از مهلت در این باکوری غلبه رو مال خود کرد و به دور دویم رفت. محمد شریف نجمیدینov